یک جای جهان هیچ جا نبوده که کشوری از سلطه آمریکا خارج بشه و آمریکا دست سر اون برداره. وجود نداره. مرگ بر آمریکا هم گفتن نگفتن هیچ تاثیری نداره. شیلی مگه مرگ بر آمریکا میگه؟ مگه ونزوئلا بر آمریکا میگه؟ مگه الان کلمبیا مرگ بر آمریکا میگه داره تهدیدش میکنه؟ در ایران چون انقلاب واقعی بود، چون خواست مردم بود، ما با این قرض‌زدگی زجر کشیدیم و بزرگ شدیم. این که کشور ما تحت سلطه چنین نیرویی که بنیانش بر این آمریکا اومد ساکنان اصلی یک سرزمین رو زد، کشت، بردگی گرفت، اموالشون و سرزمین هاشون، رودخانه های پر آبشون، اونجا رو تسخیر کرد. با توجه به اینکه آمریکا با ما هیچ مشکلی نداره، با ژن ایرانی که مشکل نداره، با استقلال مشکل داره و این در فقط در مورد ایرانه، بهره کشی میخواد بکنه از کشورها. خب نمیپذیرم. ونزوئلا چی از اونا میخواد؟ یه حکومت فاسد انداخته بیرون، نمیبخشنش. کوبا اون جزیره‌ای که تبدیل به یک کانون فحشا و فساد آمریکایی شده، اونا رو بیرون ریخته، آمریکا نمیبخشدش. ما قرار نیست دوباره اختیار تسلیحات نظامیمون رو مثل زمان شاه بدیم دست شما برای ما تعیین کنید، هم مستشارم هواش بفرستید، پولش هم ما بدیم و غنی سازی هم نه، شما اون موقع خودتون میآوردین پس ماندش هم می‌بردین، الان هم باید اونطوری باشه. خب پس ما برای چی اومدیم تو MPT؟ چرا فکر میکنین در مورد ما قراره مثلا آمریکا یه چیز دیگه باشه، سیاست خودش رو تغییر بده؟ اصلا اینطور نیست. و این نیابتی که در منطقه داره بدترین نتیجه رو خواهد گرفت. یک ایالت آمریکایی، واقعا آمریکایی، اونم با ملیت فراوون، کوچیک، یک مجتمع وسط خیلی اعراب و مسلمان و فلان، این قراره که اصلا مسئله این نیست که کسی بخواد اسرائیل رو نابود کنه. چنین موجودیتی نه بقا داره نه اون چیزی که امریکا داره دفع الوقت میکنه باهاشون. الان هم خودتون میبینید که چجور یک منافذ درگیری و اختلاف منافع داره پیدا میشه.